برای پختن یک غذای محلی گمه یا اچلکی آمادگی میگیرند. غذایی که پختنش ساعتها وقت میخواهد ولی لذتش بیشتر از این زحمات است. این غذا از قرنها به این سو میان ترکمنهای افغانستان دیری ندارد. حالا در شماری محدود از رستوران‌های ولایت‌های شمال افغانستان نیز رواج یافته است. اشتیکی را از گوشت گوساله، از گوشت گوسفند جور میکنیم. از جایی که سرخی است دنبه میندازیم، رومی میندازیم، پیاز میندازیم، مرچ مساله میندازیم. این اشتیکی که از در اطرافا در قشلاقا که است در داش گلی پخته میکنه. او بسیار مشکل است، وقت زیاد میگیره. اما در گذشته اچلکی خوراک اراکین، پادشاهان، بزرگان و فرماندهان ترکمنها بوده است. حال اینمی اشتکی را در خانه پخته میکنن، در خاک گور میکنن. حال ما ایرا از ترکیه خواستیم، این تندر از ترکیه خواستیم، ایرا در اینجا پخته میکنیم. پاک سوتره، صفا، بسیار لذت بخش. اشتکی بسیار با مزه بود، بسیار خوبش پخته کرده، دستشان درد نکنه. اچلکی یکی از غذاهایی است که در گذشته خیلی با امکانات ابتدایی تهیه می شد، اما حالا با وسایل عصری تهیه آن تا حدی آسان‌تر شده است. هرچند هنوز هم پختن این غذای سنتی مهارت خاص می خواهد.